سلام علیکم سعیس. درست است درست است. این امی کاکا امی کراچی داره این بنجاره میفروشه و خودش هم یک جمپر داره. صحیح است سعیس، ما پیداش کردیم، ما برش میگم سعیس. سلام علیکم کاکا جان، خوب است جان جور؟ حال اول خوب است؟ بخیر هستی جان جور است؟ سلامت باشی بخیر باشی قراری است انشالله سلامت باشی. مرا برادرم عزیز الله خان روان کرده، شناختیش؟ ها؟ امو مرا روان کرد، آدرس خودت داد، گفت برو که برای یک چند رو پیسه میده. چند مثلا؟ گفت که 5000 روپیه برات میده. 5000 ولی در این وقت شرایط 5000 ما این وسایلم کلش دو نیم هزار روپیه میایم، اگر اینجا رو باید ندارم فامیل 50000 رو چه پرداخت کنیم از زیلارم. نه عالمو خو آدرس خودت داد برای من. نه نشناختم، شاید اشتباه گرفتم. نشناختی؟ نه تو یک فکر بکن. بازم نشناختم. او بدر نخواد ما اشتباه کرده باشه. فامیل ما از کسی هم قرض نگرفتیم، نه فامیل کسی را گفتیم که پیسه میکنیم. خب ما اینم به خدا گلوز میکنه، در اینمی کار کراچی هستیم، سرک کوچه به کوچه در روز 150 یا بفروشم کنم یا چند لغمانه نمیبرم که یک چرت بزن عزیز الله خان. نه نشناختم. و بدر این مرا گفت برو پیش ازی برات پیسه میده، ما این پیسه را ضرورت دارم امروز. مطمئن هستی؟ یک چرت بزن. به چوب خدا زدم دیگه با واقعیت دیگه من کسی رو وعده نکردی؟ نه چی میگی؟ تو یک جیبای تا سعی که تو میشه پیسه داشته باشی. بیام یک رو بام میزه تو باش ما بس تماس بگیرم اشتباه نشده باشه. تماس هم میل کنم که مقصد 5000 رو گفتم من برای کس نمیخوام که آدرس داده باشم یا عزیزلا رو بشناسم. نمیشناسی؟ نه بله سلام علیکم. چی حال داری عزیز خان، خوب هستی؟ ما آمدم همینجا پیش ای بیادر سخت منکر است، میگه ما با کسی وعده هم نکردیم و ای تو پیسه هم ندارم، چی رقم کنیم؟ خو ما بر از این پیسه بتیم. صحیح خوی همین موضوع را برای ما تو یک رقم دیگه گفتی. ببخشی خیلی ما مطلب صحیح نگرفتیم. صحیح ما کتش گپ میزنم. صحیح بخیر باش. خب برادر بسیار بخشش باشه ما مطلب نگرفته بودیم، اصلا موضوع دیگه قرار بوده دیگه. ما را گفته که پیسه را برای خود تسلیم بکنیم. این گپش صحیح است. این گپش صحیح است نه؟ مثلا ما وعده نکرده بودیم برای کس پیسه. وعده نکرده بودی نه؟ خاله حالا هم کراس و نه فامیلی ما که 2000 روپیه فامیلی کرای خانه است و نمیه گالم دار جنجال نه کار غریبی نیست. چند از سرمایه چه سرمایه داری؟ یعنی سرمایه 2500 خالصه. کلش 2500. خب چه قباز پیداگری داری تو روزانه؟ روزانه 50 روپیه صاحب میشه که یک چهار کار دارو بریم که جلوش چای بخوریم. چهار دیگه نیست. ولی که فامیل دست دراز کنیم گدایی کنیم شکرم صحت داریم. از خفلی او دست خود میخوریم دیگه. خدا را شکر. خانه باز از خودت هست؟ خانه هم کراست نه داره نه برق داره دیگه. نمیگه افتیدیم یا چهار دیواری هست. ما این 15 ساعت کرایی که فامیل دیگه 2000 ساعت میشه. 2000 ساعت باز چرا خمپوره میکنی خیلی؟ چاره نیست دیگه. فامیل تا اجازات فشار آورد باز مجبور یک قرض وام کرده. یک چاره نیست دیگه. میالم 8 ماه قرض بازش هستیم. بیا انشالله خدا بزرگ است اینا. دفعه خودت گفتی پیشتر ما رو متولد ساختی. ما هم مطلب اشتباه گرفته بودیم حتما دیگه. خوب شد که موضوع از این قرار نبوده. برادرم و عزیز الله جان گفته که خودت پیدا بکنیم، انشالله که تشویش نداشته باشی. خدا بزرگ است، خودت که یک قدر همت میکنی، دست به گدایی نمیزنی، کار میکنی، انشالله که سرمایه تا زیادتر بساز. امو برادر ما امانت را که روان کرده ما برات تسلیمش میکنم. صحیح است نه؟ برادر ما عزیز الله جان از امریکا برای خودت مبلغ 5027 افغانی روان کرده. 1 2 3 4 5000 افغانی و این 27 روپیه. صحیح است نه؟ دیگه انشالله که تزی سرمایه تا زیاد بکو با امید از اینکه بتانی این روز 50 روپیه که پیدا میکنی این تبدیل شود و 1.5 یا 200 افغانی حداقل بتانی که روزگار پیش ببری و ناگفته نمانه که وطندارای ما فراموشت نکردم، ما خود فراموش نکردیم. ان شاء الله باز خبرت خواهد گرفتیم دیگه. ای که در هوای سرد خودت در اینجا استاد میشی
و یک لقمه نان حلال پیدا میکنی. این پیش خداوند بسیار ارزشمند است. خداوند خودت اجر داری. به خیر سلامت باشی. این امانتی برادر ما را تسلیم شد. به خیر سلامت باشی. تشکر. انشاءالله سرمایه را اضافه میکنیم. توکل به خدا. خداوند شما را ماجر سلامت باشی. خوش شدی؟ ما هم خوش شدم. خوش شدم. دیگه خوش آرام باشی. برادر ما برای خود سلام رسان. انشاءالله که دعا میکنیم خداوند بر از او هم بیشتر توانایی نصیب بکنه که دیگه هم کمک بکنه. رفتیم موفق سلامت باش. الله نگهدار.